CT آنژیوگرافی مورد استفادهش چه هست؟ تو چه مواردی ما CT آنژیوگرافی میکنیم به جای آنژیوگرافی؟ مواردی که ما احتمال مشکل عروقی رو زیاد میدیم باید یه راست آنژیوگرافی بکنیم. چرا؟ چون CT آنژیوگرافی میکنیم، ماده حاجب رو میزنیم، عوارض احتمالی خواهد داشت اگر داشته باشه، و در این حال اگر رگ مشکل داشت باز باید بریم آنژیوگرافی هم بکنیم. بنابراین یک دوباره کاری، هزینه اضافه، مخاطرات اضافه برای یک کار بیهوده‌ای که از قبل میدونیم احتمال مشکل عروقی مریض بالاست. بنابراین در مواردی که احتمال مشکل عروقی رو بالا میدیم ما یک راست آنژیوگرافی انجام میدیم. در مواردی که احتمال متوسط هست CT آنژیوگرافی رو انجام میدیم که اگر مشکل شدیدی وجود نداشت دیگه سراغ آنژیوگرافی نریم. بنابراین هیچ کدوم الزاما جای دیگری رو نمیگیره. تعجب نکنید اگر پزشک شما CT آنژیوگرافی رو انجام نداد و یک راست سراغ آنژیوگرافی رفت.